بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان. امیدوارم حال همتون خوب باشه. خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره که بهترین بازی سال 1402 رو از نگاه مخاطبان رسانه ایران گیمز با هم ببینیم. خب دوستان عزیز، بریم که حالا یه تیزری آماده کردیم برای بهترین بازی پی سی سال. بریم اون رو با هم ببینیم. My baby's at home, lying on the floor. Wondering when I'm gonna open the door. Bringing that money in my hand. That money I made playing for the man. I'm trying to make a dollar, or soon it will follow the end. I'm trying to make a dollar, or soon it will follow the end. حسین لشکری قراره که دوران خیلی طولانی رو کنار هم سپری کنیم. دوست کثیفم مگس ایرانی، این همه تلاش برای چیه؟ میخوای دوباره خانوادتو ببینی؟ همه چیزو بگو و اعتراف کن تا ما هم آزادت کنیم. وگرنه کاری میکنم که هر ثانیه برای چند سال عذاب باشه. کاری میکنم از سایه کثیف خودتان بترسی. هر ثانیه از عذاب کشیدنت برای من یه تفریحه. حتی یک کلمه هم از من نمیشنوی. 6410 روز بی آینه. روایتی کوتاه از سیدالاسرای ایران. عزیزای دلم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من باز اومدم و با برنامه رؤیای زمستان در این شب برفی زیبا
که مصادف شده با یلدا در خدمت شما هستم. حالا که فردا مدرسه ها تعطیله و میتونی تا دیر وقت تو گرمای خونتون زیر بارش این برف زیبا بیدار بمونید، میخوام براتون یه قصه تعریف کنم. یه قصه شب زمستانی. بچه ها میدونید یکی از کارهایی که میشه بعد بارش برف انجام داد چیه؟ بله، ساخت آدم برفی. خیلی از ماها تجربه ساخت آدم برفی رو داریم. حالا میدونید که اگه یه آدم برفی بسازید و پیشش ما هر کاری میتونستیم کردیم، ولی شرایطش اصلا خوب نیست. شاید نتونه به صبح بکشه. اینجا گریه نکنید خانم. هوشیاری اون الان خیلی بیشتر از ماست. اون الان چیزایی میشنوه که ما نمیشنویم. چرا این کارو کرد؟ هیچی نمیتونم بگم، فقط براش دعا کنید. نه باید آروم باشم. این فقط یه خوابه. پس چرا از این خواب لعنتی بیدار نمیشم؟ تند بادها شکل گرفت و دروازه های مرگ گشوده شد و این بار فقط خونجاری بود و خونجاری بود و خونجاری بود. وقتی به خودم میام وسط یه قبرستون مخوفم که انگار کسی جز من نیست، جز یه سری آدمک ترسناک که انگار منتظر چیزی هم. اونا با نگاهشون، با جهت ایستادنشون، با روشن کردن مسیر با فانوساشون به یه قبر اشاره میکنن که روش واژه زندگی حک شده و انگار از من میخوان که واردش بشم. منم میشم و در انتهای اون بلندای تپه‌ای رو میبینم که دختری جوون و سیاه پوش نشسته و گریه میکنه. اونجا اصلا احساس خوبی نداره، حس ترس، حس غم. دوباره همه جا تاریک شد. این بار چی رو فراموش کردم؟ چی رو فراموش کردم؟ چی رو فراموش کردم؟ یکی بود یکی نبود. شاید همون بود، ولی هیچ کس دیگه نبود. فکر نمی کردی دوباره منو ببینی؟ برگشتم چیزی رو که ازم دزدیدی پس بگیرم. نه بر نترسک. اگه برای فرسوده نشدن خودش هم دست کلاغا بشه و چشماشو به غارت اونا ببنده. از پشت تلفن بوی مرده میاد، بوی جسد در حال تجزیه. تو مردی، به قبرت برگرد. آزادی این نیست که ادای چیزی که نیستی رو در بیاره. آزادی یعنی خودت باشی. آزادی یعنی هویتت رو گم نکنی.
good at all. خب دوستان از بعد مشاهده این تیزر نسبتا طولانی و بریم حالا از زبان جناب آقای سید محمد علی وزیر امور عامه استودیوی فوتوس گیمز بهترین بازی پی سی سال رو از زبان ایشون بشنویم. سلام خدمت همه شما بینندگان محترم، من سید محمد علی وزیری هستم، مدیر عامل استودیوی فوتوس گیمز. بهترین بازی پی سی سال 1402 از نگاه مخاطبان رسانه ایران گیمز تعلق میگیره به بازی امپراتورهای قلابی از استودیوی پرشیالنز. My baby's at home, lying on the floor. Wondering when I'm gonna open the door. Bringing that money in my hand. That money I made playing for the man. I'm trying to make $1 or soon it will follow the end. I'm trying to make $1 or soon it will follow the end. Driving that road, 3 a.m. That lonesome road would never end. Trying to get home quick as I can. I gotta be up at 6 a.m. I'm trying to make $1 or soon it will follow the end. Well, I'm trying to make $1 or soon it will follow the end. The end. عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و عزیزانی که به بازی بنده رأی دادن، امپراتورهای قلابی. بسیار سپاسگزارم از همتون، از برگزار کننده این رأیگیری گروه ایران گیمز، محمد جواد عزیز و همه دوستان. تشکر حسابی برای همه این عزیزان، واقعا از همتون متشکرم که بازی بنده رو قابل دونستید. اما در مورد بازی جدیدم که خیلی سوال میشه ازش، این که دارین چی کار میکنم، دارم بازی جدید رو میسازمش، در حال ساخته. عین همین بچه ها دوباره کارتونیه، یه داستان بسیار جالبی داره به نظر خودم و البته مدتش کوتاه‌تره و بیشتر روی باز دوباره انیمیشن ها من تاکید زیادی کردم، گرچه رزولوشنش یه مقدار پایین‌تره که بعدا خودتون توی بازی متوجه بشید چرا من از رزولوشن پایین‌تر استفاده کردم. مراقب خودتون خیلی باشین. عیدتون مبارک. سپاسگزارم از همتون. خب دوستان عزیز، این هم از بهترین بازی پی سی 1402. حالا بریم و تیزر بهترین بازی های اندرویدی سال 1402 رو هم با هم ببینیم. سلام خدمت همه بینندگان محترم خبر ویژه. امروز وزیر امور خارجه معرفی خواهد شد. گمان زنی های مختلفی وجود دارد که وزیر امور خارجه از کدام حزب خواهد بود.
نگران نباش، همه چی رو مثل قبل میکنیم. تو تمام تلاشتو میکنی برای نگه داشتن ما. هیچ کس دیگه از این گروه نمیمیره.
خب دوستان عزیز، بعد مشاهده این تیزر بریم و بهترین بازی اندرویدی سال 1402 رو هم از زبان سخن خانم هانیه گودرزی مدیر محصول استودیوی PGS بشنویم. سلام به همه، هانیه گودرزی هستم، مدیر محصول شرکت بازیسازی PGS. بهترین بازی اندروید سال 1402 از نگاه مخاطب ایران گیمز، بازی تکامل از تدی استودیو. نگران نباش، همه چی رو مثل قبل میکنیم. تو تمام تلاشتو میکنی برای نگه داشتن ما. هیچ کس دیگه از این گروه نمیمیره. سلام به آقا جواد و رسانه ایران گیمز. ممنون از تمام کسایی که به بازی تکامل رأی دادن و باعث برنده شدن این بازی شدن. منتظر آپدیت های بیشتر برای اواخر فروردین و همچنین ادامه سال باشید. خیلی ممنون. دوستان عزیز ازتون تشکر میکنم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. برای برقراری ارتباط با ما در شبکه‌های اجتماعی ما رو به نشانه @ ایران گیمز 1402 دنبال کنید و راستی عیدتون هم مبارک. انشالله که سال خوب و خوش و پربرکتی رو داشته باشید. بدرود.